استقلالیت دولتی آرزو و آمال خلق و ملت‌های جهان متمدن به شمار رفته با آن تنها توسط یکدلی و متفقی و متحدی میتوان کامیاب گردید. خلق صاحب فرهنگ و سربلند تاجیک توسط عقل و ذکاوت ازلی به این کامیابی نائل شده است. در روزهای 31 سال استقلالیت دولتی جمهوری عزیز و خورشیدیمان از دولت جنگ زده و ناتوان و پریشان و وحشت زده طفیل جهد و تلاش‌های پیوسته رنج و زحمت‌های خسته‌ناپذیر رئیس شورای عالی همان وقت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و دولت مقتدر و پیشرفته در راه رشد و یگانه و دموکراسی و آزاد تبدیل یافت. دوام 31 سال صاحب دولتی صاحب استقلالی مملکت همه شهر و نواحی کشور را به انکشاف نهاده بناهای سیرآشیانه و بسیار خبته مؤسسه‌های معاصر سمت معارف تندرستی فرهنگی و خدمت رسانی و ورزشی خیابان و مرکزهای گلپوش قامت افراخته صدها کیلومتر راههای کلان اهمیت بین المللی جمهوری داشته منفرش و آباد و تاجیکستان به کشور یگانه و واحد تبدیل یافت. دیوشتیج نیز از زمره نواحی پیشرفته مملکت شکوفان ما به شمار رفته تنها در ساحه معارف جهت تعلیم و تربیت نسل آینده سازی ملت زیاده از 30 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با طرز معاصر و دقت جلب کننده و با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و ناحیه دیوشتیج سهم صاحبکاران وطندوست و حشر دست جمعانه ساکنان معارف پرور و خیرخواه بنیاد و مورد استفاده قرار گرفت. در این دوره تنها در دهه دوردست بسمانده جماعت دهاتی وحدت که از مرکز ماموری ناحیه در مسافه زیاده از 40 کیلومتر دوری قرار دارد 3 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و باغچه و کودکستان‌ها به طور معاصر و دیدنی قامت افراخته ایستادند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 42 از زمره میوه‌های شکرین استقلالیت به شمار رفته بنای دو آشیانه تعلیمی سال 2013 هم با مبلغ 2,400,000 سامانه سرریاست ساختمان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و بنای دوم تحصیلاتی سال 2021 با اقدام مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیج سهم صاحبکاران دهه خیر و احسان اهالی و آموزگاران با خرج نزدیک 1,000,000 سامانه قامت افراخته شرایط تعلیم و تربیت درس و فعالیت 682 نفر خواننده و 62 نفر آموزگاران و کارمندان تکنیکی مکتب به کلی بهتر کرده شد. استقلالیت یکی از نعمت‌های نایاب و ارزشمند محسوب می‌یابد. شکرانه از آن می‌کنیم که امروزها ما در آستانه جشن با نفوذ 31مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. در دوام 31 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه آوازدار دیوشتیج در ساحه معارف تغییرات‌های کلی و نظررس به چشم رسیده است. علل خصوص در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 42 یک قطار انشاءات‌های بزرگ ساخته به استفاده داده شده است از قبیل تالار برهوای ورزشی که سال 2000 ساخته به استفاده داده شد. دیگر بنای چخیلی که میبینید در شفت آن قرار داریم بنای دو آشیانه با مبلغ‌گذاری ریاست ساختمان وزارت معارف علم جمهوری تاجیکستان سال 2013 هم ساخته به استفاده داده شد و بنای دیگری یک آشیانه که از 8 صنفخانه یک تالار مجلسی همچنین خانه آموزگاران و برای 240 جای نشست در سال خانش 2021 ساخته به استفاده داده شد. من گمان میکنم که همه این دستاوردها همه این پیشروی‌ها نعمت استقلال است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 به نام رستمجان حسنوف در دوران استقلالات نوسازی کلی گردانیده برای 1151 نفر محصلین شرایط خوبی تعلیم و تربیت با بنیاد 11 صنف کابینت و 2 کابینت تکنولوژی اطلاعاتی فراهم آورده شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 نیز از میوه‌های لذیذ استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته برای 267 نفر فرزندان ساکنان دهه سال 2001 با خرج مبلغ‌های خواجگی دهقانی به نام حاتم قربانوف و حشر عمومی پدر و مادران معارف پرور و آموزگاران مؤسسه بنیاد یافته همه ساله تعمیر سری وقتی دایر کرده می شود. در این زمینه با اقدام اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد امروز در مرکز دهه دوردست بسمانده ساختمان بنای دو آشیانه مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای 100 نفر تربیت گیرنده با اوج تازه ادامه یافته ایستاده است. بنای معاصر را با تامین تمام تجهیزات تعلیم و تربیوی و با خرج زیاد از 8 میلیون سامانه ساختمانچان گلدست جمعیت دارای مسئولیت محدود استا منصور شهری استروشن بنیاد کرده عزم دارند که روزهای تجلیل از جشن عمومی جهانی نوروز دلفروز و کودکان دهه تحفه سازند.
در دهه دوردست ناحیه دیوشید دهه بسمانه جمله وحدت یک باغچه یک مؤسسه تحصیلات تا مکتبی ساخته شده است که این از طرف اداره ساختمان اساسی مبلغ گذاری می شود. اساسا مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 6 دهه بسمه برای 100 نفر کودک ساخته شده است. من همچون شهروند همین دهه بسمانه یک سابقه داری ساحه معارف و علم جمهوری تاجیکستان در زمان همین استقلال 31 سالگی استقلال تاجیکستان در دهه یک بینای نو شده ایستاده است که این از همان مرکز ناحیه قریب 40 کیلومتر دور یعنی دهه دامنکو. من از نام خودم از نام تمام کارمندان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی از نام مردم دهه بسمانده پیش از همه به پیشوای ملت اساسگزار سلطنت ملی محترم پرزیدنت ما امام رحمان میnnadاری خودم میرسانم. فعلا 39890 نفر خواننده و 2700 نفر آموزگار و زیاده از 3200 نفر کارمندان تکنیکی 65 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 3 گیمنازیا و 8 باغچه و کودکستان ناحیه دیوشتیج امروز زیر هوای صاف و بی‌غبار استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و سیاست معارف پرورانه راهبریت عالی مملکت به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. مزبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج برای برنامه اخبار.